بسم الله الرحمن الرحیم. متوجه باشین امروز ما و شما میخوانیم مایکروسافت آفیس. چی رو میخوانیم؟ مایکروسافت آفیس. پس متوجه باید باشین هر موضوعی را که ما و شما میخوانیم یا برای او کار میکنیم، قبل از اینکه ما بریم در داخل از موضوعات را ببینیم و برای این کار بکنیم، باید اول او را بشناسیم که چی هستن و به چی خاطر استفاده میکنیم، چرا میخوانیم. ببینین آفیس را میخوانیم، پس آفیس را باید بشناسین که آفیس چی است. درست است؟ یا مثلا کسی از پیشتان پرسان کدام موضوعات ازش. اگر ما آفیس را بفهمیم در کجا میتونیم از او استفاده کنیم، چی به درد ما میخوره. درست است؟ پس کانسپت یا هدف در مغزتان باید باشه که ایره ما باز این خاطر میخوانم، به هدف نباید پیش بریم. پس ما میخوانیم اول آفیس را باید او را بشناسیم که مایکروسافت آفیس چی هستن. ببینید در اینجا نوشته میکنیم، فایل را ثبت میکنیم در درایو ای صحیح 2 تا 3 چی هستن؟ فرست کلاس. صحیح شد. نوشته میکنیم که what is Microsoft Office. Microsoft Office چی هستن؟ یا میتوانیم ما بگیم که Microsoft Office Package. Microsoft Office Package. ببینید مایکروسافت چرا میگیم، آفیس چرا میگیم، پکیج چرا. اول خود نام زیره باید بفهمیم. خودت کمیتر تا گل کن. ببینید در اینجا درست است. مایکروسافت آفیس پکیج گفتیم که مایکروسافت کمپانی هستن که سافت‌ویرها یا پروگرام ها تولید میکنه، جور میکنه. قسمی که ما میگیم مایکروسافت ویندوز، مایکروسافت ورد، مایکروسافت ویژوال بیسیک. فهمیدید اینها چی هستن؟ پس کل از تولیدات کمپانی مایکروسافت است. آفیس از هم آفیس که هستن از کمپانی چی هستن؟ مایکروسافت تولید کرده اورن. پس از این خاطر در ابتدای از هم چی نوشته میشه؟ مایکروسافت. آفیس چرا میگیم؟ آفیس به خاطر از که توسط این برنامه ما برنامه کارهای چی را اداری و دفتری را ما انجام میدیم. یعنی در یک اداره که چیزا رو ما شغل انجام میدیم، پس از این خاطر به نام چی یاد میشه؟ آفیس یاد میشه. پکیج چرا میگیم پکیج؟ به خاطر از که یک پروگرام نیست، مجموعی از چندین پروگرام است، یک بسته هستن. از این خاطر به نام چی یاد میشه؟ پکیج یاد میشه. ببینیم ما شما استارت میریم این پروگرام مایکروسافت آفیس. ببین در اینجا ما میبینیم یک پکیج است، چندین پروگرام. وقتی که کل از یک جای شد چی گفته میشه؟ آفیس گفته میشه. در غیر از آن تنها ورد آفیس نیست، تنها اکسل آفیس نیست، تنها اکسس آفیس نیست که مجموع شده با نام چی میشه؟ آفیس. حال تعریف زیر میتونیم ما بگیم که آفیس پکیج it covers and does almost dynamic tasks which basically an organization needs. مایکروسافت آفیس چی میکنه؟ اجرا میکنه و احاطه میکنه به طور اساسی آن کارهایی که یک اداره او را ضرورت می داشته باشه. Microsoft Office it covers and does almost dynamic tasks which basically an organization needs. مایکروسافت آفیس به طور اساسی گفتیم آن کارهای را انجام میده که یک اداره او را ضرورت می داشته باشه. یعنی یک اداره ضرورت داره یک استلام نوشته کنه. درست است؟ پس میتونیم باید توسط آفیسی کار انجام داده میتونستیم. یک اداره ضرورت داره یک راپور جور کنن، یک گزارش جور کنن، پس ما توسط آفیسی کارها را میتونیم انجام بدیم. یک اداره ضرورت داره حساب های خود انجام بده است. درست است؟ چقدر مصرف ما چقدر عاید ما نتیجه از رو ببینه، توسط برنامه های آفیسی کار را انجام میدیم. همچنین فرض مثال یک اداره ضرورت داره یک دیتابیس داشته باشه، فهمیدیم که محاسبه و دیگه سیستم‌های خود از پیش غلط نشه، پس میتونیم توسط آفیسی کارها را انجام بدیم. پس گفتیم که مایکروسافت آفیس پکیج it covers and does almost dynamic tasks which basically an organization needs. به طور اساسی آن کارهای را انجام می دهد که یک اداره او را ضرورت می داشته باشه. بعدا ببینید در اینجا ما شما این را فهمیدیم که آفیس چی هستن. درست است؟ مایکروسافت آفیس چی هستن؟ یکی از تولیدات کمپانی مایکروسافت هستن که کارهایی که اداره ضرورت می داشته باشه به طور اساسی آن را انجام می دهد. نوشته میکنیم ورژنز. چی؟ ورژنز. ورژن به اصطلاح ساده می توانیم ما چی بگیم؟ مدل. چی گفتم میتونیم؟ مدل. اگر موبایل مثلا کسی میگه موبایل خریدی که برات میگه کدام مدلش خریدی، یا کسی مثلا موتور میخره از پیش پرسان میکنه کدام مدل. اما در کامپیوتر برنامه ها که میباشه او رو ما نمیگیم که این مدل، ورژن گفته میشه. چی گفته میشه؟ ورژن. یعنی آفیس که هستن تنها یک آفیس نیستن. اولین آفیسی که ما داریم 1997 1997 2000 2002 sorry 3 2007 2010 and the latest و آخرین ورژنی که در مارکت وجود داره 2013 ورژن وجود داره تا فعلا در مارکت. فرق بین این
چی می باشه؟ قسمی که پیشتر برای شما گفتیم موتر مثال دادیم، درست است؟ شما در موتر 2000 هم می توانید شهر برین، در 97 هم رفته میتونید، در 2010 هم می رفته میتونید. کرولا اونم یک کرولا است، مدل 97 داره، 2000 داره، مثلا 2010 داره. در شهر میخواین برین، در کلشان میرین، چی فرق داره؟ چی ساله؟ نه کیفیت نه، مثلا موتر میشینی میخوای شهر برسیم، دوام در نیم ساعت میرسانید 2010، 2000 هم دو نیم ساعت میرسانید مثلا. ببینین مقصد که هستن کار ببینین میخواین شما برین، هیچ کدام مشکل نیستن. مقصد ما در شهر رسیدن است، در هر کدامش که بخوایم بریم میتونیم کارا. یعنی مقصد ما این هستن، فهمیدین؟ کار از یا کلش اونم یک چیز هستن. اگر توسطش یکی 92 شما کدام کار میکنین، توسط 2013 ما کار انجام میدیم. ما چی میباشن موتورا که مثلا در بینشان فرق داره، یکیش مثلا اکسلراتور سرعت زیاد یا آخرین درجه زیادتر است، یکیش کم کمتر داره، یکی ایربگ داره دیگهش نداره، مثلا یکیش ایر کندیشن داره دیگهش نداره، شیپ و شکل متفاوت است دیگه. عین کار یا مقصد برای اونم یک هدف استفاده میشه. بعض اوقات شما متوجه شدین یا نه، در کامپیوتر برایتان مسیج میاد، در مسیج باز دو انتخاب میباشه، یکی سند و یکی دونت سند. تانوز دیدین یا نه؟ در کامپیوتر کدام جای مشکل پیدا شده یا بستن به یک چیزی مسیج میاد سند و دونت سند، که این مشکل زیادتر در ویندوز ایکس پی می بود. این چرا ببینین در اونجا دو آپشن می باشه، سند و دونت سند. یعنی مشکلاتی که در او ورژن می باشه، بعد از او که 3 سال مثلا یا هر قدر وقت بعد که مردم یا کمپانی اونمو شکایت مردم را رجیستر میکنه، در ورژنی که جدید می آن مشکلات خود را چی میکنه؟ رفع میکنه در او ورژن جدید. فهمیدین؟ پس آفیس که هستن 97 2000 2003 این 3 ورژن یا 3 مدل یک چیز هستن، بسیار جزئی فرق. البته که میتونیم ما بگیم که اپشنایش مشخص بکنیم که در اینجا در اینجا و در اینجا فرق داره، دیگه کلش چی هستن؟ یکسان است. اما آفیس 2003 با آفیس 2010 2007 2013 کاملا متفاوت هستند، چون منیو شکل لی‌اوت کاملا فرق میکنه. و 2007 2010 و 2013 در بین خود باز هستند بسیار یکسان است، بسیار کم تفاوتی داره. یعنی اگر شما 2007 بفهمین، در 2010 کار کرده میتونین، در 2013 کار کرده میتونین، یا 2013 شما کار بکنین یا بفهمین، در 2010 در 2007 در هر دویش برتان کدام مشکل پیش نمیشه، هر دویش شما میتونید چی بکنین؟ یوز بکنین. پس در اینجا ما شما کار میکنیم بالای آفیس 2010 پیش ما اینستال هستن. کدام آفیس هستن؟ 2010. پس متوجه باشید اولین پروگرامی را که ما شما باید در این کار بکنیم یا بخوانیم چی هستن در آفیس؟ میخوانیم پروگرام ورد را. چی را میخوانیم؟ ورد. قسمی که برایتون گفتیم که آفیس پکیج است، بسته هستن، مجموعه از پروگرام هستن. پس اولین پروگرامی که ما شما در کار میکنیم پروگرام چی میباشه؟ ورد میباشه. ببینید در اینجا نوشته میکنیم که چی؟ مایکروسافت ورد. مایکروسافت ورد یعنی پروگرام ورد. چی تفاوتی داره؟ Microsoft Word is one of the Microsoft products which is used for documentation. For what? For documentation. Documentation, it's mean printing and designing of pages, books, magazines, newspapers, CVs, diplomas and etc. گفتیم که پروگرام ورد چی هستن؟ پروگرام ورد یکی از تولیدات کمپانی مایکروسافت هستند که به خاطر داکومنتیشن استفاده میشه. به خاطر چی استفاده میشه؟ داکومنتیشن یعنی اسناد سازی. فهمیدین؟ یعنی دیزاین کردن و چاپ کردن صفحه، مجله، کتاب، اخبار، سی وی، دیپلم، راپور، استعلام و غیره چیزا چی میشه؟ استفاده میشه. یعنی همه کارهایی که در دفاتر شما فعلا میبینین و اجرا میکنین در اکثریت ارگانایزیشن ها و ادارات کل توسط چی میشه؟ توسط پروگرام ورد میشه. سمپل فرض مثال، یک ساده مثال فرض میکنین. همین اینستیتوت یک اداره هستن، درست است؟ در اینجا ما ضرورت داریم چپتر چاپ بکنیم یا جور کنیم. توسط چی کار میکنیم؟ توسط ورد کار میکنیم. میخوایم حاضری چاپ کنم و جور کنم، توسط چی کار میکنم؟ توسط ورد کار میکنم.
یا مثلا میخوایم سرتیفیکیت جور کنم بر شاگرد، توسط چی کار میکنم؟ توسط ورد. میخوایم بر شاگرد تست پیپر یا ورق امتحان جور کنیم، توسط چی کار میکنیم؟ ورد. میخوایم اعلانات بسازیم، توسط چی جور میکنیم؟ توسط ورد. and etc و غیره. ببینید فرض مثال گفتیم شما ضرورت دارین سی وی جور بکنین، توسط کدام پروگرام جور میکنین؟ خلاصه سامانه جور میکنین سی وی ورد. قبلا مثلا شما در هر وزارت میرفتین ورق عریضه نویس مثلا دیدین تا هنوزم 6 درجه عریضه. خامنه‌ای در اکثریت وزارت ها و در ریاست ها عریضه که دست نوشته شده باشه قبول نمیکنه، باید چی باشه؟ کامپیوتری نوشته شده باشه. توسط چی ما نوشته میکنیم؟ همین استلام ها و عریضه را کلش توسط چی جور میشه؟ توسط پروگرام ورد جور میشه. یا فرض مثال ما شما در مکتب میریم میبینین کارت سوانه میبینین، درست است؟ توسط پروگرام ورد جور میشه. اطلاعنامه توسط پروگرام ورد جور میشه، درست است؟ یا مثلا شما میبینین تذکره که فعلا میبینین پروگرام ورد دیزاین کرده میتونه. به همین شکل هر کارهای مهم اساسی رو که انجام میده پروگرام چی جور میکنه؟ کارها را کلش توسط پروگرام ورد ما دیزاین جور کرده میتونه که در مختلف موارد شما از پروگرام استفاده کرده میتوانیم. و فعلا در هر جای پروگرام ورد بسیار رول مهمی داره، فهمیدین؟ که مثلا در کارهای دفتری بیداری اگر یک دکتر است مثلا او ورقایش میبینین نسخه است چاپ شده، این ورقش میتونن شما توسط ورد چاپ بکنین. یا ورق معاینات که بس بردن رزلت میده، یا یک راپور میباشه، یک گزارش است، شو کلش توسط چی جور میکنه؟ توسط پروگرام ورد. حتی سیمپل یا به شکل ساده تعریف ورد ما قسم میتونیم ما بگیم که مایکروسافت ورد is used for report writing. پروگرام ورد به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر ریپورت رایتینگ استفاده میشه که همین نوشته کردن مجله، کتاب، اخبار، سی وی کل چیزا در چی میه؟ ریپورت رایتینگ گفته میشه، فهمیدید؟ Simple we can say Microsoft Word is one of the Microsoft products which is used for documentation. It's mean printing and designing of books, pages, magazine, newspapers, CVs and etc. و غیره چیزها گفتیم شما میتونید توسط پروگرام ورد جور کنید. یا میتونیم در دری گفتیم ساده بگیم که پروگرام ورد یکی از تولیدات کمپانی مایکروسافت است که به خاطر دیزاین کردن و چاپ کردن صفحه، کتاب، مجله، سی وی، اخبار، راپور، استلام و غیره چیزها چی میشه؟ استفاده شده میتونه. پس مشکل خونه بود نه؟ پروگرام ورد خود شناختیم که با چی خاطر استفاده میکنیم. بعدا ما هم در اینجا نوشته میکنیم How to recognize Microsoft Word. How to recognize Microsoft Word. یعنی پروگرام ورد را ما چه قسم بشناسیم؟ پروگرام ورد را چه قسم بشناسیم؟ با خاطر شناسایی یا شناختن هر پروگرام پیش ما دو طریق وجود داره. چند طریق وجود داره؟ دو طریق. First one، اولین طریق به خاطر شناختن فایل ها چی هستن یا پروگرام ها؟ آیکن هستن. هر پروگرام با خود خاص یک سمبول و علامه داره که از روی ازش شما او را شناخته میتونید. ببینید شما میرین استارت آل پروگرام مایکروسافت آفیس، در اینجا ببینید پروگرام ورد است یا نیست؟ هست. همین علامه را خوب دقیق ببینید، هست نه؟ همین دبلیو این آیکن از پروگرام ورد است. ایره که شما در اینجا نشانی کردین. اگر در هر کامپیوتر شما ایره ببینید بفهمین که می فایل ورد است، یا در هر فایل ببینید. فرض مثال ما میریم مای کامپیوتر، درایو ای میریم، کدام فایل از ورد است؟ کدام؟ دبلیو نه، نامش بگوین. سرتیفیکیت فاینل. ببینید شما تا هنوز ورد نخوندین، خیلی چی فهمیدین که از ورد است؟ چون علامه شدیدیم گفتیم که شما میتونید توسط آیکن او را بشناسید. نه در بین چقدر فایل که باشه شما این حال فایزه فهمیده میتونید کدام فایل ورد است. درست است؟ نه ادوانس CCNA کورس، outline for conversation classes، outline for grammar classes. اینها چیستن؟ چی است؟ فایل های ورد هستند. پس گفتیم توسط آیکن شناسایی کرده میتونین. همین آیکن W که بالای هر فایل بود شما میتوانید آن فایلتان را بشناسید و دیگه پروفایل تفکیک یا فرق کرده بتوانید. و دیگه ما شما میایم در اینجا نوشته میکنیم دوم، طریقه دوم به خاطر شناختن فایل های ورد یا پروگرام ورد چی هستند؟ اکستنشن. هر پروگرام، نه تنها ورد، هر پروگرام با خود چی داره؟ یک اکستنشن داره. چی داره؟ اکستنشن را میشناسید؟ بله. چی هستن؟ اکستنشن چیز هست که با مو کوالیتی میتونه داکومنت سیو شود. نه خیر خودت بگو.
چرا در فولدر آپشن نخوندیم؟ میدونم احساس خودت اکستنشن اساس میشناسیم ان شاء الله اساس میریم قبل از EXE آفرین قبل از EXE نه بعد از EXE بعد نه غلط گفتیم ببینین اکستنشن متوجه باشین براتون کلش نوشتم کردیم باید ما از دیگه است ببینید شما هر پروگرام قسمی که یک قوم یا یک فامیل به خود یک نام می داشته باشه در آخر عضو همان فامیل در کلشون همون نام میه مثلا فامیل احمدی است یک فامیل است نام تخلص احمدی میکنه دیگه برادر از اون که باشه احمدی تخلص میکنه بچه از اون که باشه مکمل اعضای فامیل همان تخلص میکنه نمیکنه پس به همین شکل پروگرام ها که هستن با خود یک اکستنشن داره مثلا پروگرام نوتپد اکستنشن داره txt پس هر فایل نوتپد در آخر خود چی می داشته باشه txt می داشته باشه متوجه هستین ببینید یا مثلا فایل های ورد که آرام پیشتر میگفتیم ببینید در اینجا چی هستن جی پی جی هستن تصویر چی داره جی پی جی یعنی چقدر تصاویر که داره کلی از در آخر خود چی می داشته باشه جی پی جی می داشته باشه پس اکستنشن پروگرام ورد چی هستن DOC چی DOC یعنی در آخر پروگرام ورد یا در هر فایل ورد چی میه DOC DOC is the abbreviation of document what document یعنی هر فایل ورد که می باشه در آخر از چی میه DOC می باشه که DOC مخفف داکومنت است ببینین شما برین در مای کامپیوتر ببینیم اینا روی این فایل در آخر خود DOC چی داره فاینال نه این خود نامش هست سرتیفیکیت فاینال در آخرش چی است هیچ چیزی نیست بعد از نام کدام چیزی نداره همراه خود فهمیدین رایت کلیک بکنین بالا ازی و ببینین در پراپرتیز اکستنشن ازی چی هستن مایک ببین در اینجا DOC هست یا نیست حوصله کن یا در منوی تولز فولدر آپشنز برین در منوی تولز در فولدر آپشنز در منوی ویو در اینجا شما هاید اکستنشن این علامه فعال است یعنی اکستنشن ها چی است پنهان است نشان نمیتن شما این را غیر فعال کنین اکستنشن جای به جای نشان میتن ای زورست نیست که در پراپرتی برین نشان میتن نمیتن certificate final.docx درست است نه ایره شما ببینید چقدر فایل های ورد که از کل خود در آخر خود DOC داره یا نداره ما گفتیم که DOC داره خیلی DOCX از کجا شد اگر آفیستان ورژن 2003 باشه 2003 باشه و یا پایینتر از او باشه پس DOC می داشته باشه چی می داشته باشه DOC اما extendable ورژن جدید 2007 و یا بالاتر از او که باشه هر سهش اکستنشن چی می داشته باشه DOCX می داشته باشه چی می داشته باشه DOCX می داشته باشه فهمیدین پس این اینالی که هستن براتون پیشترم گفتیم که 2007 2012 و 2013 یک کاتگوری هستن چی هستن یک کاتگوری اکستنشن از یک چیز هستن که 2007 هم DOCX داره 2012 هم DOCX هستن و 2013 هم چی هستن DOCX هستن پس طریقه شناختن از این رقم فهمیدین هر فایلی که در آخر خود DOCX داشت یا آیکونش با شکل ورد بودن رو بفهمید که فایل مربوطی چیستن پروگرام ورد است مشکل نیست نه فهمیدین بعدا ببینین در اینجا نوشته میکنیم حالی که پروگرام ورد را شناختیم طریقه شناختن از اونم فهمیدیم پس چه قسم باز بکنیم صحیح هستن have to open Microsoft Word چه قسم بتوانیم پروگرام ورد را باز کنیم با خاطر باز نمودن پروگرام ورد باید شما چی کار بکنید first way در صورتی که در کامپیوترتان پر آفیس اینستال باشه درست است شما اولین اینال طریقه شناخته بکنید پس ما میریم پرکتیکال سرچ کار میکنیم ریسنت چی رانه ریسنت سکند آل پروگرام the third way short cut key the fourth way CMD the fifth way notepad the sixth way search the seventh way run the eighth way quick launch the ninth way task manager the 10th way address bar the 11th way pop-up menu the 12th way from its source دیگه هم طریقه زیادی از خب بس هم قدر که بفهمیم فهمیدین
همین 12 طریق فرق میکنه. مثلا گفتیم در صورتی که پروگرام ورد در کامپیوترتان اینستال باشه و شما بخواین آن پروگرام را باز بکنید، پس گفتیم که اولین طریقه همیستن شما برین استارت. اگر قبل از پروگرام ورد شما استفاده کرده باشین در اینجا موجود می باشه، درست است؟ بالا از همین اینجا کلیک میکنین باز میکنین، ما تا فعلا باز نشده یا استفاده نشده. اگر بار اول باشه شما باز میکنین، بس در این لیست اگر نبود، این لیست ریسنت لیست میگه، فهمیدین؟ اگر در اینجا بودن خود کلیک کنین، اگر در اینجا نبود آل پروگرام میریم مایکروسافت آفیس را کلیک میکنیم و بعدا مایکروسافت ورد را کلیک کنین. پروگرام ورد چی شد؟ باز شده نشد؟ باز شد نه؟ و یا هم گفتیم می توانیم چی کار بکنیم؟ هر بار مشکل است که ما بریم، یعنی یک دفعه باز شد آمد دیگه نآمد، هر بار مشکل است که ال پروگرام برو مایکروسافت آفیس از اینجا باز کن. پس بر از یک شارت کت کی دیفاین کو. چی دیفاین کو برای شارت کت کی؟ بالا از همین ور رایت کلیک بکنین، بعدن پراپرتیز. چی پراپرتیز؟ شارت کت کی داره فعلا؟ شارت کت کی نداره. شما یک دکمه که هر دکمه که خوشتان میاد همان دکمه را فشار بدین، فهمیدین؟ مثلا چی W را ما فشار دادیم، صحیح شد؟ چی نوشته شد؟ کنترل آلت W، کنترل آلت W. یعنی شما در کیبورد همین هر سه دکمه را یک زمان فشار بدین، کنترل آلت W مستقیما برایتان پروگرام ورد چی میکنه؟ باز میکنه. ضرور نیست که برای نزال پروگرام از دیگه جای باز کنید، درست است؟ هر بار که حالا شما کنترل آلت W را فشار میتین برایتان پروگرام ورد باز میکنه. طریقه سوم را برایتان گفتیم که به خاطر باز نمودن این خود طریقه سوم بود. چهارم آل پروگرام برین اکسسوریز و بعد از اکسسوریز کماند پرامپت یا CMD. همین را میبینین یا نمیبینین؟ میبینین دقیق نه؟ پس بالای از همی کلیک بکنین، در اینجا نوشته بکنین start. صحیح شد؟ فاصله when word. چی؟ when word. start فاصله when word. این را نوشته کنین و یک انتر بکنین. ببینین پروگرام ورد باز شد یا نشد؟ باز شد. از اینجا هم گفتم میتونستین شما باز کنین. و اگر از اینجا نخواسته باشین پروگرام نوتپد خو میشناسین یا نمیشناسین؟ از طریق پروگرام نوتپد باز کرده میتونید. برین پروگرام نوتپد را باز کنید. نه پروگرام نوتپد باز شد. صحیح؟ در پروگرام نوتپد نوشته کنین start فاصله when word. start فاصله when word. اینه که نوشته کردن، بعد از او کنترل S اسمی ثبت بکنین، درست است؟ در هر جای که خواسته باشه. مثلا در کجا ثبت کنیم؟ در دسکتاپ صحیح نه؟ با چی نام ثبتش میکنین؟ هر نام که خوشتان آمد اونمون نام بدن، فرق نمیکنه. مثلا ABC صحیح نه؟ خب اما در آخر نام .bat بدین. .bat بعد فایل یا سیستم فایل جور میکنه. ببینین .bat سیو. بعد که نوشته کردین حالا میتوانید شما برین بالا از یک دبل کلیک کنین، خلاص دایرکت مستقیما پروگرام ورد باز میشه. هر بار که خواسته باشین بالا از بی سی بیان یک کلیک کنین پروگرام ورد برایتون چی میکنه؟ باز میکنه. مشکل نیست نه؟ بعد از او گفتیم که چی کار باید بکنیم؟ طریقه دیگه ایش گفتیم سرچ. شما میتونین در سرچ برین نوشته کنین ورد، انتر کنین پروگرام ورد برات باز میشه. در سرچ چی نوشته کن؟ ورد نوشته کن باز میشه. و طریقه دیگر گفتیم که شما می توانید برین رن و در رن نوشته کنین when word تا پروگرام ورد باز شد. چی نوشته کنین در رن؟ when word انتر بکنید. ببینین پروگرام ورد باز شده نشد. طریقه دیگر برایتان گفتیم که quick launch. این آیکن هایی را که شما میبینین، این آیکن ها را با نام quick launch آیکن یاد بگیریم. با نام چی یاد میشه؟ quick launch آیکن. چرا اینها را کویک لانچ آیکن میگیم؟ به خاطر از اینجا که از اینجا شما میتونین به طور سریع یا زودتر میتونین پروگرام ها را باز کنین. از خاطر کویک لانچ میگه. شما میتوانید پروگرام ورد را درگ اند دراپ کنین، از اینجا کشش کنین خب موتور و بیارین در اینجا بیاندازید. آمد پن شد دارید. حال ضرور نیست که برین از دیگه جای هر وقت که خواسته باشین فقط برین در اینجا برای ورد یک کلیک کنید. پروگرام ورد را برایتون چی میکنه؟ باز میکنه. و یا هم گفتیم اگر ما شما از اینجا نخواسته باشین، درست؟ از طریق تاسک منیجر میتوانید بالای تاسک بار رایت کلیک میکنیم و بعدا start تاسک منیجر و در اینجا نیو تاسک و حال در اینجا نوشته میکنیم when word و یک انتر میکنیم. ببینید پروگرام ورد چی شد؟ باز شد. اکسیت میکنیم کلوز
و یا هم گفتیم از طریق آدرس بار باز کردن میتونیم. از طریق چی میتوانیم باز کنیم؟ آدرس بار. بالای تاسک بار رایت کلیک میکنیم، تول بارز، آدرس کلیک کنیم. در اینجا میتوانیم نوشته کنیم وین ورد. پروگرام ورد چی شد؟ باز شد یا نشد؟ و یا هم گفتیم از طریق پاپ اپ منیو. پاپ اپ منیو کدام منیو رو میگه؟ زمانی که شما بالای دسکتاپ رایت کلیک بکنین، این منیویی که باز میشه، این منیو رو چی میگیم؟ پاپ اپ منیو. در اینجا میتوانید برین در بخش نیو. آلردی تیار یک فایل ورد است. هست یا نیست؟ کجاست یعنی؟ میتونی از اینجا برید دبل کلیک کنی، پروگرام ورد چی کنی؟ باز کنی. پس این طریقه های بودن به خاطر باز کردن پروگرام ورد. یعنی که چه قسم بتوانیم ما پروگرام ورد را چی کنیم؟ باز کنیم. مشکل خونه بود تقریبا درست ها؟ یا توانم از طریق سرچ رقم برین سرچ، در سرچ مستقیم نوشته کنین ورد، یک انتر بکنین، پروگرام ورد باز میشه. فهمیدین؟ ببینین در اینجا 12 طریقه را که ما کار کردیم. اینها طریقه کل شارتکت بودن. چی بود؟ شارتکت بود. یعنی راه کوتاهی بودن، فقط به خاطر باز کردن بودن. فهمیدین؟ اصلا منبع یا سورس پروگرام در کجاست؟ دینا روز هم برایتون بود. هر پروگرامی را که شما انستال میکنین در کجا انستال میشه او؟ در مای کامپیوتر. آفرین. در کجا میشه؟ درایو سی. پروگرام هایی را که بعد از ویندوز شما جدا انستال میکنین، قسمی که شما دینا روز دیدین، مثلا آفیس انستال میکنین، میدیا پلیر انستال میکنین، دیگه چیزا انستال میکنین، کلش در کجا میره؟ در پروگرام فایلز. در چی؟ و بعد از او در مایکروسافت آفیس، چون آفیس ما کار داریم نه؟ در آفیس است. در اینجا آفیس چند؟ 14 چرا؟ چرا 15 آمده؟ 2014 نه 2014 نیست. ببینید اگر ورژن آفیس تان 2010 باشه پس در اینجا آفیس 14 میه. فهمیدین؟ اگر 2010 باشه پس در اینجا چی میه؟ آفیس 14. اما اگر 2007 باشه آفیس 12 و اگر آفیس 2003 باشه در اینجا چی میه؟ آفیس 10 میه. فهمیدین؟ پس آفیس ما 2010 هستن، از این خاطر در اینجا 14 آمده. بالای از همین آفیس 14 دبل کلیک کنین، پروگرام ورد پیدا کنین. هست؟ ها؟ این پیدا نشد نه؟ ببینید در دیگه فولدر دیگهش میبینیم پروگرام فایلز چند؟ مایکروسافت آفیس، آفیس 14 در اینجا درست. صحیح است؟ آفیس 14 بعد از او وین ورد پیدا شد یا نشد؟ اصلی من بهش در اینجا است. خب از اینجا میتونه شما کلیک کنید باز کنید. اما اگر از اینجا دیلیت شد، ببین فرض مثالی را رفتیم چی کردیم؟ دیلیت کردیم. حالا از هیچ جای شما این را باز کردن نمیتوانید. 12 طریق را بعد گفتیم، از هر کدامش که باز کنین ناله باز نمیشه. برین رن نوشته کنین وین ورد میشه باز؟ نمیشه. چون اینها گفتیم شارتکت است. اینها هم میرفتن همان فایل را برای ما باز میکرد. حالا او فایل وجود نداره که این بازش کنه. فهمیدی؟ کامپیوتر مسیج میده که با نام ورد چیزی نیستن. این فایل نوتپد بود. میشه باز؟ از هیچ طریق حال پروگرام ورد باز شده نمیتونه، چون حال وجود نداره. چطور باید بکنیم؟ آفرین، دوباره انستال میکنیم. شیفت دیلیت نکردیم، نه حذف کردیم، نه انستال کردیم. در سایکل بین وجود داره. فهمیدین وین ورد هستن. صحیح است؟ بالایش رایت کلیک ریستور که کنین، پس همین فایل رو که دیلیت کرده باشین از جایی که دیلیت کردین در اون جای دوباره میره. فهمید؟ نه شیفت دیلیت نباشه باز نمیشه. ایره چی بکنین؟ ریستور. دوباره رفت یا نرفت جای خودش؟ اینا که از هر طریق پس دوباره بخواین باز بکنین میتوانید چی بکنین؟ باز کنین و از او استفاده بکنین. پس ای بود چی بود؟ طریقه باز کردن پروگرام ورد که چه قسم باید باز بکنیم. درست؟ بعدا ببینین ما شما که باز بکنیم پروگرام ورد در environment it's mean در محیط پروگرام ورد چی چیزهایی را شما میبینین؟ فرست ون، اولین خطی که شما در اینجا میبینین این را به نام چی یاد میکنیم؟ به نام تایتل بار یاد میشه. به نام چی یاد میشه؟ تایتل بار. چرا این میگیم title bar? Because of that it display the file name. It display the file name followed by the program name. به خاطر از را تایتل بار میگیم که نام فایل را و به تعقیبش نام چی را نشان میده؟ پروگرام را نشان میدهد. نام فایل ما چی هستن؟ داکومنت 1. فایل ما تا هنوز ثبت نکردیم، از این خاطر چی آمده؟ داکومنت 1 آمده. اما اگر به هر نام ثبت کرده باشید با همان نام میاد. اینا نامش ما تغییر میتونم نوشته میکنم introduction. چی؟ اینا میگه که فایل چیستن؟
اینترودکشن است. در کدام پروگرام جور شده؟ در پروگرام ورد. گفتم ایره چی میگیم؟ تایتل بار میگیم. و در اینجا سوی تکمه که وجود داره ایره با نام کپشن بٹن یاد میکنیم. با نام چی یاد میکنیم؟ کپشن بٹن یا کنترل بٹن یاد میشه. فهمیدین؟ کلوز خب میفهمین در هر جایی که باشه که کلیک کنید واسه میکنم. ماکسیمایز خرد و بزرگ میکنم. مینیمایز در پایین در تاسک بار میره. درست است؟ پس این سه تکمه وجود داره گفتیم که با نام چی یاد میکنیم؟ با نام کپشن بٹن یاد میکنیم. مشکل نیست نه؟ بعد از اون شما در اینجا میم آپشن رو میبینیم با نام چیستن مینیو بار. با نام چی میشه؟ مینیو بار. مینیو بار در پروگرام آفیس 2010 سوری در 2003 اینها بودن. اما در اینجا ریبن گفته میشه. چی گفته میشه؟ ریبن. چی گفته میشه؟ ریبن. چرا شکل مینیو رو به خود نداره فعلا؟ فهمیدین؟ لیست نیست. ریبن هستن. هر ریبن در اینجا یک بخش داری هستن. و اینها را باز با نام چی یاد میکنیم؟ تابز یاد میشه. با نام چی یاد میشه؟ تابز. مینو تابز، تاب کلیبورد، تاب فونت، تاب پاراگراف، تاب استایل، تاب ادیتینگ. هر یک بخش است. پس از این خاطر با نام چی یاد میشه؟ تابز یا مینو تابز. بخش های مینو فهمیدن در اینجا وجود داره. بخش هر بخش که شده در همینجا هستن. و بعد از اون دیگه چیزی که هستن همین در امکان داره از پیشتان گفت شما فکرتان نمیشه گان وقتی تو رو میشه نمیشه گم مثلا کلکتان در اینجا خود درست اینجا شد گم شد. باز شما این را کلیک کنید. یک بار که کلیک کنید باز که کلیک کنید باز گم میشه. اینجا را کلیک کنید نشان میده. اینجا را کلیک کنید چی بشه؟ هاید میشه. اما اگر در کیبورد شارتکتش هستن کنترل F1 کنترل همراه چی؟ F1 هاید میکرد. ببین هاید شده نشد. پس کنترل F1 دوباره نشان. پس می توانستیم گفتیم که چی کار ما بکنیم. این قسمت را با نام مینیو تابز یاد میکردیم. آپشن بعدی چیزی را که شما در اینجا میبینین چی هستن؟ رولر، هورایزونتال رولر یا خطکش چی؟ افقی که شما میتونید توسط از این نوشته دانه تنظیم بکنید که از کدام صفحه کدام قسمت نوشته شروع شده و به کدام جای ختم شده. یک لاین ما چقدر به لاین اول چقدر باشه. فهمیدید؟ اینها چیزا هستن که بعد ما بالاش کار میکنیم. ببینید در اینجا فعلا نوشته از کدام قسمت میشه از اینجا نه؟ اما اگر همین رولر را میتونم ما برم نه این قسمت رو کلیک کنیم. شد یا نشد؟ ببین اینا نوشته از مابین میشه. رولر از اینجا میتونه شما هایدم بکنین و پس بیارینم. فهمیدی؟ اگر میخواستین که باشه خون این را کلیک کنین و پس اگر میخواستین گم کنین باز هم این را کلیک کنین. پس اینجا با نام چی میکردیم؟ رولر که توسط از این گفتم اندند، حاشیه، فاصله اینها چیزها را کلش شما میتونین توسط چی تنظیم بکنین؟ توسط رولر. و آپشن داریم با نام چی؟ سکرول بار. با نام چی یاد میشه؟ سکرول بار. سکرول بار چرا میگه؟ به خاطر اینکه توسط از یک ساحه و دیگه ساحه چی را دیده میتونیم؟ فایل را دیده میتونیم. اینا قدر نوشته میخوایم صفحه بالا برم پس مجبورتم توسط اسکرول بار برم دیگه ساحه رو. اگه اسکرول بار نمیبودی کار ما میتونستیم که بالا بنویسیم مشکل میبود نه. اما توسط از گفتیم یک قسمت و دیگه قسمت صفحه را دیده میتوانید. و آخرین چیزی که هستن استاتس بار ما داریم. چی هستن؟ استاتس بار. استاتس بار درباره حالت فایل برایتان معلومات میده. درباره حالت فایل. پیج چند صفحه نوشته داریم؟ ببینید شما 7 صفحه نوشته داریم که فعلا ما در صفحه چندم کار میکنیم؟ در صفحه اول کار میکنیم. 7 صفحه نوشته داریم. حالا ما در صفحه چندم کار میکنیم؟ صفحه 11. ببین نشان میده نمیده. مجموعاً چند لغت داریم ما در این فایل خود؟ 6105 لغت ببینید که ما شما داریم در همین صفحه. داریم؟ بله. درست است حتما داریم. یا علامه تک مارک میبینید یا نه؟ این از چه خاطر است؟ در صورتی که در داکومنت یا در فایل شما کدام غلطی املایی و گرامری نباشه این علامه تک مارک میباشه و اگر کدام غلطی داشته باشه پس این علامه باز کراس میباشه. فهمیدی؟ کجا بود فکرت؟ ببینید این را کلیک میکنیم. پس دوباره این را کلیک میکنیم. ما غلط میکنیم. درست است نه؟ یک در اینجا غلطی داریم دیگه. در اینجا غلطی داریم یا نداریم؟ دیگه در کجاست غلطی؟ در همینجا صحیح است نه؟ یک چند تا غلطی دیگه هم جور کنیم. نه قدر جای غلطی داریم. اینا ببین سرخ شد چلیپا آمد.
این را کلیک اتوماتیک برات پیداش میکنه که در کجا تو غلطی داری. ببین اینی داکومنت میگه غلط نوشته که داکومنت این قسم نمیشه نوشته، چی رقم نوشته میشه؟ یا داکومنت است یا داکومنتس است، کدامش است؟ او باز مربوط تو سه کار شما داکومنت اصلاح کردیم یا نکردیم میره دیگه تا هنوز هم غلطی مونده. پس شما میتونید را کلیک بکنید ببینید چی میگه استایل. شما برین استایل این نمیخوره میگه این رقم میشه درست است گفتم چک شد یا نشد. دیگه هم غلطی داریم این را کلیک دیگه چی است هم میگه اون رقم نمیشه این رقم نوشته میشه. تا هنوز دیگه هم غلطی داریم این را کلیک یو اری رقمی نمیشه این رقم نوشته میشه. حالا ببینین چک شد درست شد. وقتی که بری بالاش کلیک کنید اسپلینگ گرامر چک اس کامپلیت. چکینگ گرامر و اسپلینگ چی شده؟ تکمیل شده کدام غلطی نیست. با کدام زبان نوشته کردیم؟ با زبان انگلیسی. و دیگه از پروگرام ویژوال بیسیک استفاده کنه. از پروگرام چیستن؟ ویژوال بیسیک که به خاطر ماکرو جور کردن است. خب بعد از اون این آپشن است که به شکل مختلف شما صفحه تان را دیده میتونید. به این شکل میبینید، به این شکل صحیحن؟ به این شکل ببینید این شکل اصلا اینها را ما شما بعد سفر نزدیک میرین یا دور میبرین. سفر چی میکنه؟ زوم اوت میکنه. خرد و بزرگ میکنه نه؟ خرد و بزرگ نمیشه. این اگر قدر بزرگم بسازی بازم سایز اونم قدر است. فهمیدین؟ فقط دیده به شکل بزرگ میشه. فهمیدین؟ پس اینها را گفتیم نه این بزرگ شد یا نشد کلان شد؟ کلان شد یا نه؟ کلان نشد نه؟ شما کلان میبینین قسمی که مثلا انگور یا باشه تو عینک ذره بینه بود تو شوره ببینی کلان معلوم میشه و انگور کلان نمیشه بر تو کلان معلوم میشه نه. با همین شکلی که اصلا وقتی که چاپ میکنی کل چیزا موتور کلان چاپ نمیشه. ای سایز چقدر است پرینت لی اوت که کلیک دی پاس زومش نرمال بر ببینه اصلا واقعیت سایزش و می اندازه می باشه. فهمیدین؟ اون فقط یک نزدیک بیاره که دیده میتونید. پس مقصد ما این بودن که اینی محیطش شما بشناسین که چه چیز هستن. فهمیدین؟ این شکل صفحه و زوم های ایره کلش باز بعد ما شما در منوی ویو خوب منظم دارین در اینجا. فهمیدین؟ زوم اینا هست یا نیست؟ پرینت لیاوت فول اسکرین آوتلاین درافت کل چیزا دارم اونجا ببینید. فول اسکرین وب لیاوت آوتلاین درافت کلش دارم بالا است. باز در منوی ویو که رسیدیم درس ما در اونجا باز بالاش منظم کار میکنیم. خب از این خاطر براتون گفتیم که امکان داره فکرتان نمیشه دستتان در اینجا میخوره صفحه است بشید تا اینطوری میشه. هیچ نمیفهمید که چی شده. هر چی که بکنین اینا لیجور نمیشه. فهمیدین؟ پس باید شما برین در همیشه در اینجا اینی پرینت لیاوت باید کلیک کرده باشین. فهمیدین؟ پس در انوایرمنت یا محیط پروگرام ورد را شناختن شما نه که چی چیزهایی بودن. ببینین برایتان نوشته بکنیم که انوایرمنت یا در محیط پروگرام ورد چی چیزها هستن. در کدام قسمت؟ در environment یا در محیط. در محیط اولین چیزی را که شما میبینید چی است؟ تایتل بار است. آفرین. بعد از تایتل در طرف چپ تایتل بار در راست در طرف راست کنترل باکس است. کنترل باکس گفتم میتونیم یا کنترل بٹنز میتونیم بگیم. فهمیدید که کنترل باکس میگیم چی؟ کنترل باکس یا کنترل بٹنز هر دو شکل هست. و در طرف راست از چی است؟ نه ورتیکال. اینی تو ما کویک اکسس تول بار. چی؟ کویک اکسس تول بار. چون بعضی اپشن هستن که سریع یا زودتر میتونید از شما باز بکنید. ها؟ کویک اکسس تول بار گفتم میتونیم. بعد از اون در پایان چی هستن گفتم دوم. این خب در تایتل بار این چیزها بودن. دیگه چی است؟ برتان گفتم مینو بار است یا ریبن. چی هستن؟ ریبن. یا ریبن گفتم میتونیم RAWBN مینو بار یا ریبن. بعد از در پایان چی هستن؟ مینو تابز یا بخش های مینو. فهمیدین؟ اون چیزها هستن. و بعد از در زیر از چی بودن؟ چی؟ رولر. ورتیکالش در طرف چپ است. فهمیدی دیگه اون کار خود دیگه هورزنتال که بود ورتیکالش هم هست. هیچ هورزنتال ورتیکالش نوشته نمیکنیم. رولر خط کش است در زیر از صحیح هستن. بعد از در پایان گفتیم چی هستن؟ چی است؟ استاتس بار. استاتس بار. دیگه چی است؟ این طرف سکرول بار است. یک سکرول بار ماندن در طرف چپش چی هستن؟ سکرول بار. پس در انوایرمنت یا در محیط پروگرام ورد این موضوعات
شامل است یا وجود داره. فهمیدین؟ نمهای زیاره باید کلش هم درست بفهمین. فهمیدین؟ قبل از اینکه ما و شما بریم در پروگرام ورد درس بخوانیم یا او را کار بکنیم، گفتیم که به خاطر داکومنتیشن است. عموما در این ما نوشته میکنیم زیاد اوقات. صحیحستن؟ طرز و طریقه نوشته کردن را باید بفهمیم. زیادتر اوقات شما نوشته میکنین با دو قسم مشکل، دو رقم مشکلات موجود. ببین نوشته میکنم he is a boy. صحیح؟ صحیح؟ چند قسم خط شما میبینید در اینجا در زیر نوشتم؟ دو قسم خط است نه؟ یکی سبز است و یکی سرخ است. خط سبز زمانی می در وقتی که شما در نوشته غلطی گرامری داشته باشید. چه قسم غلطی داشته باشید؟ گرامر. از لحاظ گرامر اشتباه باشه، اصول و قانون و قواعد. هی یک نفر است، سنگل است، پلورال نیست، جمع نیست. پس باید بر مفرد چی بیه؟ از رایت کلیک کو خود تو میفهمی. اگه تو میفهمید خب غلط نوشته نمیکردی. فهمید؟ تو نمیفهمی که چی میه. رایت کلیک کو برات نشان میده که چی میه. از کلیکش چک شده نشد. ماند غلطی چی؟ سرخ. سرخ خط که هر وقت آمد بفهم که از لحاظ سپلینگ یا املا تو چی غلط نوشته کردی. بای رایت کلیک کو چی رقم میشه؟ میگه یا بایس. بای بعضی اوقات خودی دید از زندگیت که چی رقم نوشته میشه. بایدت میه که چی رقم میشه؟ بی او وای. یا بایس یا بوجیس یا بایس یا بیس. کدام میشه؟ he is a b نه؟ رقمی نه. رایت کلیک کو he is a b وای. چک شده نشد. در این دیگه اصلاح سازی بسیار به شکل ساده میشه. فهمیدید؟ چیزی رو که غلط نوشته کنی خودش برات نشان میده. یعنی نوشته میکنیم افغانستان. صحیح یا غلط؟ صحیح نه؟ نوشته میکنم احمد. صحیح یا غلط؟ صحیح نه؟ نوشته میکنم کابل. صحیح یا غلط؟ نوشته میکنم مزار. صحیح یا غلط؟ ها؟ چی رقم نوشته میشه؟ تو ما بگوی. نه خودت بگو چی رقم نوشته میشه؟ چی غلط است؟ نه رایت کلیک میکنم. ها؟ نه. این میگه یا مار است یا ماسر است یا مزاک است یا مزارین است یا میز است. این چرا؟ وجود نداره. ببینین مزار کدام کلمه انگلیسی نیست که او را بشناسه. فهمیدین؟ که چطور است و چنان است. او چی میفهمه که مزار چی است؟ فهمیدین مزار کدام کلمه انگلیسی نیست. خیلی کابل از کجا شناخت؟ کابل وجود داره. چی رقم وجود داره؟ چرا؟ هر در دیکشنری کامپیوتر که هستن. فهمیدین؟ کشور همراه پایتختش ثبت است. فهمیدین؟ چک مشکلی نیست. اما دیگه شهرهایی که شما نوشته میکنین چک میکنه. نمیگه غلط است. فهمیدین؟ کابل افغانستان درست است چک میکنه. مزار خونال ما میفهمیم که غلط هم نیست. خط سرخ هم نشه آمده. چی تو میگنیم؟ میخوایم خطش سرخش چی کنیم؟ گم کنیم. پس بالایش رایت کلیک کو برش بگو ایگنور. ایگنور ارس مین از این صرف نظر کن. چی کو؟ صرف نظر کن. نمان نمان. اما اگر دفعه دیگه تو باز بری در جای دیگه باز نوشته کنی مزار. باز چک میکنه. چک میکنه نمیکنه. پس باز رایت کلیک کو چی بگویش ایگنور. خب باز چک میکنه. ایگنورال اگر کلیک کردی در همین فایل که هر قدر نوشته میکنی دیگه چک نمیکنه. نه ایگنورال کرد. مثلا تو یک تاپیک نوشته میکنی یک کتاب درباره مزار. صحیح است؟ یا یک موضوع یک صفحه درباره مزار نوشته میکنی. مشکلی که دو بار دفعه برو رایت کلیک کو ایگنور کنی. پس یک بار که ایگنورال کردی دوره دیگه چک نمیکنه. نوشته میکنیم یعنی که مزار is a province of Afghanistan and مزار city is حرف اولش بزرگ نیست. مزار city is. فهمیدی؟ and Mazar city is what? The center of Mazar province. درست است؟ ببین انا که هر قدر نوشته کنی مزار چک نمیکنه میگه درست است. فهمیدین؟ احمد صحیح یا غلط؟ صحیح است نه؟ من میرم دیگه نوشته میکنم محمود. صحیح یا غلط؟ چرا؟ خیلی چرا ایره چک میگه غلط است؟ خب برای نام خودت چی است؟ عالم جان بگو سپیلش. ALEM نه؟ عالم جان چی میگه؟ چرا غلط؟ گفتیم که اینها نیستن. خیلی احمد چطور دیش آمده؟ ها؟
احمد به شکل اگزامپل، قسمی که عموما شما شنیدین در کورس ها خود درس انگلیسی خوندید، عموما که در نام براتون اگزامپل میتابرد میگه که احمد کابل بوک. اینی سه چیز براتون اگزامپل میده که اسم چی است، یک شیخ خاص است که مانند احمد بوک کتاب. اینی احمد یک اگزامپل داشت ارد شده به شکل اسم خاص، بدون از او دیگه هر نامی رو که شما نوشته بکنین او رو چه میگه. درست است؟ ببینیم خو یک گپ دیگه هم هستن. اینالی که شما برین فایلتان رو بسته کنین، دوباره باز دیگه روز باز میکنین، نه در اینجا نوشته میکنین که چی مزار صحیح چک میکنه نه میکنه، باز میگه که غلط است، چون اگنور عالم که بکنین در اونم یک باری چی میشه. پس شما میخواین برای همیش از همین نام چی بکنن؟ صرف نظر کن، یعنی این نام غلط نگیره در هیچ وقت. پس رایت کلیک بکنین بالای همین و برایشان چی بگوین؟ add to dictionary. add to ایره در دیکشنری چی کن؟ اضافه. رفت این لغت در دیکشنری حالی چی شد؟ اضافه شد. نه درست است؟ حالا اگر پروگرام ورد بسته هم بکنین، پس دوباره بین دوباره سر برین پروگرام ورد را باز کنین. نه نوشته میکنین مزار، خدا مشکلی نیست. پروگرام ورد خوبانین حتی کامپیوترتون گل بکنین و دوباره سر روشن بکنین، کدام مشکلی نیستن. اونم مزار دیگه برای همیش در دیکشنری کامپیوترتون اضافه شد تا وقتی که همین پروگرام آفیس است. این پروگرام آفیس که ریموو شد باز دیگه ایش که میکنن باز چک میکنه. درست است؟ این رو فهمیدین که چه قسم مثلا سپلینگ چک بکنیم. استاد احمد در دیکشنری سیو بود؟ بله ها، او گفتیم که یه احمد کابل این چیزها 100% زیادتر درش ثبت میباشه. فهمیدین؟ احمد در هر کامپیوتر میباشه. بله و در برنامه ورد بیاین این پروگرام رو باز میکنیم. درست؟ اما بخشی که امی ریبون ها و ریبون ها را تبا را بسته و شو هاید میکنه، اما بخش چی نامیده میشه؟ این تایره میبینین شو این هاید است، مینیمایز در ریبون میبینه ریبون هاید نامش چیست؟ مینیمایز است نه؟ چون ریبون هم مینیمایز میکنه و پس دوباره نشان میده یا شو هاید. فهمیدین؟ پس در اینجا ببینیم آپشن رو در اینجا ما شما میریم نوشته میکنیم چی هستن؟ تایپ میکنیم چی بودن؟ موضوع ما در چکینگ بود نه؟ که چیز رو چک بکنیم. چک کردن خوب فهمیدین. و بعضی اوقات در ورد یا سهولتی هم هستن که با شکل دیکشنری هم شما مثلا اگر یک لغت معنیش نمیتونید با شکل ساده میتونید رو بفهمید. فرض مثال کی میتونه برای ما بگه دکلاین چی معنی؟ ها؟ رایت کلیک بکنین ساین انم دایرکت از انگلیش به انگلیش براتون معنیش میکشه. بگین یکیش خو میتونن خونده. weakening, failure, deterioration, decay, waning, drop, degeneration, debility. weakening چی معنی؟ ضعیف شدن نه؟ failure ناکام شدن. deterioration, decay, waning, drop, degeneration از بین رفتن، سقوط کردن، سقوط، زوال، انحطاط. معنی چی هستن؟ decline. فهمیدین؟ یعنی ضعیف شدن یک چیز، پایان آمدن یک چیز، سقوط کردن، اون رو چی میگه؟ decline. یا مثلا منیجر چی معنی؟ رایت کلیک کن نمیفهمیم. مثال برات میگم در ساین ان برو ببین برات نشان میدم. منیجر it's mean boss, director, executive, administrator, supervisor, leader, chief, superior. در باید از یک دانش خود فهمیدیم. پس براتون چی میکنم؟ میتونه شما او را چک بکنید ببینید. مشکل نیست نه؟ یا کلش یک چیز است؟ بله ها. یعنی ساین ان یا کلمه مترادفی که با ای هستن. فهمیدین که قسمی می باشه یا نه؟ boss دایرکتور ها یک لغت بی و جی بی و جی تنها جی بگ در کلیک میکنیم ساین ان میبینیمش. جرم میکروب انفکشن ویروس هم میگه میکروب می باشه. فهمیدین اینها چی هستن؟ بگ فهمیدین؟ پس ای بود وظیفه چی طریقه ازی که پروگرام ورد چی هستن چی رقم باز میکنیم. با سر از فردا انشالله ما شما در داخل ازی پرکتیکل یا عملی کار میکنیم. درست؟